من از سال 62 تا موقع که فوت کرد من همراه ایشون بودم. از آقای بهجت چی یاد گرفته؟ میگم عقل. یک عقل عجیب و غریب اینو داشتن. خب ملاکات دینی دستش بود ولی عقل نورانی. ما همش دین رو آوردیم توی 4 تا چیز تعریف کردیم. الان مهمترینش هم شده حجاب. اون موقعی که باید حجاب رو میرفتیم نهی از منکر میکردیم نکردیم، حالا الان به ما برخورده. الان خیلی از کارهای دینی رو ما با بیعقلی خرابش میکنیم. ان السفیح المحق متدین احمق به نسبت شما. یکاد نزدیکه ان یطفا خاموش کنه نور حقه به صفحه، به نفهمیش. یعنی الان بره یه نهی از منکر کنه یه محله رو به هم بریزه. متدین مبانی عقلی داره. ما افراط تفرید کردیم. اینا الان داریم میوه های تلخش رو میچینیم. اون موقعی که میدان داشتی با طمأنینه، دلسوزی، با مراعات، الان شما نمیتونی بهش بگی حکم خدا رو لجبازی میکنه. این لجبازی خیلی زیاد، ولی اصلا اینجوری نبوده. حضرت فرمود ما دینمون با مهربانی جلو رفته. اونا مرامشون رو با خشونت اومدن جلو. اونا با سیف اومدن، ما با لطف اومدیم. کسی با لطف درگیر نیست، کسی با تواضع اصلا در نمیفته. حضرت فرمود آدم متواضع حسادت نمیکنه کسی بهش.